وقت بخیر. انتونیو گوترش منشی سازمان ملل متحد توافق سیاسی بین رئیس جمهور محمداشرف غنی و عبدالله را یک نیاز برای ختم بنبست سیاسی و به نفع افغانستان خوانده است. وزارت خارجه افغانستان اظهارات اخیر شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی مسلح ایران را که گفته است از کابل تاکنون هیچ مدرکی را در پیوند به غرق شدن افغانها به دست نیاوردند رد کرد. این وزارت امروز با نشر اعلامیه اظهارات تازه مقام ایرانی را تأسف‌بار خوانده است. شورای امنیت ملی اعلام کرده است که جنگجویان طالبان در یک هفته اخیر 42 فرد ملکی را کشته و 105 تن دیگر را مجروح کردند. اداره خط آهن میگوید در ماه گذشته 423,000 تن مواد خوراکی، ساختمانی و نفتی از 3 بندر به کشور وارد شده است و در یک شبانه روز گذشته 12 بیمار کرونا جان باخته و 409 رویداد مثبت کرونا در کشور به ثبت رسیده است. شمار مجموعی بیماران کرونا در کشور به 28,833 تن افزایش یافته است.